تو این پست میخوایم تحلیل کنیم آزمون شبه نهایی فیزیک 3. سوال اول: در جمله های زیر کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب و به پاسخ بر انتقال دهید. الف: در حرکت بر روی خط راست اگر تغییرات سرعت یعنی چی دلتای وی در واحد زمان ثابت بماند. خب تغییرات سرعت در واحد زمان ثابت باشه، این فرمول چی بود؟ شتاب بود. پس نوع حرکت شتابدار با شتاب ثابت. ب: سطح محصور بین نمودار سرعت زمان و محور زمان برابر تغییر مکان که بسیار مهمه. دو: درستی و نادرستی رو مشخص کنید. الف: سرعت متوسطی کمیت برداری که همواره همجهت با بردار جابجایی. بله، وی اوریج رابطش اینه دلتای x به دلتای تی که برداری و همواره همجهت با جابجایی. ب: شیب خط مماس بر نمودار سرعت زمان برابر شتاب متوسط نه خیر، برابر شتاب لحظه‌ایه. پ: حرکت متحرکی رو به شمال و کند شونده. وقتی رو به شمال و کند شونده باشه، جهت بردار شتاب متحرک رو به جنوب بوده. بله، جهت بردار شتاب باید خلاف جهت حرکت باشه تا حرکت نوعش بشه کند شونده. سوال 3: عبارت‌های زیر را تعریف کنید. الف: مبدأ مکان و ب: بردار سرعت. مبدأ مکان نقطه‌ای است که وضعیت متحرک در هر لحظه نسبت به آن سنجیده می‌شود. به عبارت x مساوی 0. بردار سرعت مماس بر مسیر حرکت و در جهت حرکت است. دو تا تعریف بسیار مهم. سوال 4: توضیح دهید کدام یک از نمودارهای مکان زمان نشان داده شده حرکت متحرکی رو توصیف میکنه که سرعت اولی آن در جهت محور x یعنی v0 ما مثبت باشه و شتاب آن بر خلاف جهت محور x یعنی a منفی باشه. گزینه الف و گزینه دال همین ابتدا خط میخورن. چرا؟ چون xt یه خطه که اون وقت سرعت ثابته و شتابی شما نداری. اما بین ب و ج کدوم باید انتخاب کنم؟ اون رو باید انتخاب کنم که سرعتش مثبت باشه در شروع حرکت، یعنی شیب خط مماس در شروع حرکت مثبت باشه که هم برای ب و هم برای ج میتونیم بگیم شیب مثبت، اما تقعر نمودار جهتش باید رو به سمت پایین باشه که برای قسمت ج این اتفاق نیفتاد. تقعر نمودار رو به بالاست. این نکته رو توجه کنید که در نمودار xt اگر تقعر نمودار رو به بالا باشه، به عبارتی نمودار داره به ما میخنده و شتابش مثبته. اگر تقعر نمودار رو به پایین باشه، انگاری که نمودار ناراحته و شتابش چیه؟ منفیه. پس این قسمت که تقعرش رو به پایینه شتاب منفی رو داره به ما میگه و سرعت مثبت هم که شیب خط مماسه، بنابراین گزینه ب درسته. سوال 5: با ذکر مثال توضیح دهید در حرکت بر خط راست در چه صورت سرعت جسم صفر شده اما شتاب آن صفر نمی شود. وقتی جسم برای یک لحظه می ایستد و بلا فاصله تغییر جهت می دهد، مثل چی؟ مثل نقطه اوج در پرتاب قائم به طرف بالا. سوال 6: متحرکی فاصله مستقیم بین دو نقطه را با تندی ثابت 15 متر بر ثانیه و متحرک دیگری همان فاصله را با تندی ثابت 12 متر بر ثانیه طی می‌کند. اگر زمان حرکت متحرک دوم 20 ثانیه بیشتر از زمان حرکت متحرک اول باشد، فاصله بین دو نقطه چند متره؟ چون فاصله شرح که تغییری نکرده، پس L1 مساوی L2، مسافتی که پیمایش شده 1 ثانیه. حالا اگر متحرک اول که سرعت یا تندیش 15 بوده در مدت تی ثانیه این فاصله رو طی کنه، اونی که 12 بوده مدت زمانش بیشتره دیگه. چقدر بیشتره؟ 20 ثانیه بیشتره. پس این یکی میشه 12 تی به علاوه 20. حالا به یه 3 اگر ساده کنیم این میشه 5، این میشه 4. 5 تی مساوی 4 تی به علاوه 80. از اینجا تی به دست میاد 80 ثانیه. حالا فاصله بین دو شهر رو میخوای فرقی نمیکنه، توی یکی از اینا میتونی تی رو جایگذاری کنی. توی همین اولی اگر جایگذاری کنی 15 ضرب در 80 حاصلش میشه 1200 متر. سوال 7: نمودار مکان زمان متحرک مطابق شکل است. با توجه به نمودار پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف: نوع حرکت جسم شتابدار است یا یک نواخت؟ با توجه به اینکه نمودار xt سهمیه، بنابراین حرکت شتاب داره. ب: شیب بین دو لحظه دلخواه از نمودار معرف چه کمیتیه؟ سرعت متوسط. پ: در چه لحظه‌ای پس از شروع حرکت متحرک به مبدأ مکان میرسه؟
جاهایی که محور زمان توسط نمودار xt قطع میشه متحرک به مبدأ مکان میرسه در t2 و t4. در لحظه t1 اندازه سرعت جسم چقدره؟ در لحظه t1 شیب خط مماس صفره، بنابراین v1 مساوی صفره و حتی لحظه t3 هم چیه؟ شیب صفره، v لحظه 3 هم صفره. یکم ادامه بدیم سوالو بیشتر تحلیل کنیم. اگر بگه از لحظه 0 تا لحظه t2 شتاب علامتش مثبت یا منفی، چون تقعرش رو به پایینه شتاب منفیه. اگر بگه از لحظه t2 تا لحظه t4 شتاب مثبت یا منفی، چون تقعر نمودار رو به بالاست شتاب مثبته. سوال 8 الف، نمودار سرعت زمان متحرکی که روی محور x حرکت میکنه مطابق شکل روبروی الف مسافت کل پیموده شده را توسط متحرک حساب کنید. برای اینکه مسافت رو به دست بیاریم باید سطح محصور بین نمودار و محور زمان رو محاسبه کنیم، یعنی این قسمت، این قسمت و این قسمت. خب این قسمت رو هم میتونم اگر S1 نامگذاری کنم به دست بیارم. S1 رو S1 یک مثلث یه زلش 2 یه زلش 4 2 ضرب در 4 تقسیم بر 2 4 متر. این قسمت که این مثلث رو شامل میشه من این ارتفاع رو چیه ندارم. چطوری باید حساب کنم؟ به راحتی میتونم حساب کنم. شیب این خط رو من محاسبه اگر کنم، شیب این خط ضلع مقابلش چیه؟ 4. ضلع مجاورش چیه؟ این میشه مقابلش، این میشه مجاورش چیه؟ 2. پس شیب این خط میشه 2. حالا اگه شیب این خط 2 باشه این قسمت هم کماکان شیب خط یکیه دیگه، از قسمت 0 تا 5 شیب خط یکسانه، پس اینجا هم شیب خط 2. حالا شیب رو در ضلع مجاورش ضرب میکنم، ضلع مقابلش رو به دست میارم، یعنی اینجا این 2 در فاصله 2 تا 5 چیه؟ 3 ضرب میشه 2 3 تا 6 تا این سرعت به دست میاد. پس یک بار دیگه توضیح میدم. این موقع که شما مثلث رو تشکیل میدی اینجا میای شیب رو یادداشت میکنی، حالا هر عددی. این شیب مثلا 3 در ضلع مجاورش ضرب میکنی، ضلع مقابلش رو میگیری. ما اینجا چیکار کردیم؟ همه اینا رو من پاک کنم. اومدیم شیب رو به دست آوردیم. شیبه چقدر شد؟ شد 2. در ضلع مجاورش این فاصله که 2 تا 5 میشه چی؟ 3 ضرب کردیم 2 3 تا 6 تا ضلع مقابلش رو گرفتیم به دست اومد. حالا میتونم مساحت این مثلث بزرگه رو هم محاسبه کنم که ضلع مقابلش چیه؟ 6 بگیم S2 6 ضرب در مجاورش 3 تقسیم بر 2 6 به 2 3 3 3 تا 9 تا و آخری باید این زوزنقه رو حساب کنم. زوزنقه به چه صورتیه؟ میگیم مجموع دو قاعده تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاع. خب یکی از قاعده ها 6 برای S3 6 به علاوه یکی دیگه از قاعده ها 4 تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاع. چقدر؟ ارتفاع هم 2. این 2 با این 2 بره 6 به علاوه 4 میشه 10 متر. جمع بزنم اینا رو مقدار کل مسافت میشه 23 متر. به گفته نمودار شتاب زمان متحرک رو رسم کنید. برای رسم نمودار شتاب زمان متحرک من باید بیام شیب این دوتا خط رو حساب کنم، یعنی یک شیب این قرمزی که الان دارم براتون در نظر میگیرم شیب این خط و یه دونه هم شیب این خط. حالا چطور این کار رو انجام بدم؟ به راحتی اصلا از فرمول شتاب میتونم استفاده کنم برای کشیدن شتاب زمان. میگم این آتی، حالا فرمول شتاب چی بود؟ میگه V2 منهای V1 T2 منهای T1 تو فاصله اول 0 تا چیه؟ 5 دلتا تی میشه 5 ثانیه. حالا V2 چقدر بود؟ حساب کردیم 6 بود. 6 منهای V1 چقدر بود؟ منهای 4 بود. منهای 4 6 منهای 4 میشه چقدر؟ میشه 10. 10 به 5 مقدارش 2 متر بر مجذور ثانیه. پس از زمان 0 تا زمان 5 ثانیه شتاب شما چقدره؟ 2 متر بر مجذور ثانیه. حالا این قسمت رو بخوام حساب کنم میگم دوباره A مساوی V2 منهای V1 T2 منهای T1 7 منهای 5 دلتا تیش میشه 2 ثانیه. اینجا V1 ما 6 V2 ما چیه؟ 4. پس 4 منهای 6 مقدارش میشه منهای 2 به روی 2 میشه 1 متر بر مجذور ثانیه منفی. پس
از 5 تا 7 ثانیه شتاب ما چقدره؟ منهای 1 متر میاد به سمت پایین بر مجذور ثانیه. به همین ترتیب نمودار شتاب زمان هم کشیده میشه. سوال 9. معادله مکان متحرکی به صورت x مساوی 4 تی 2 منهای 6 تی به علاوه 3 از الف معادله سرعت متحرک رو به دست بیارید. معادله کلی مکان 1/2 آتی2 به علاوه وی صفر تی به علاوه ایکس صفر. معادله سرعت به چه صورتیه؟ وی مساوی آتی به علاوه وی صفر. حالا اگر اینی که اینجا نوشتیم و با این معادله مکان متحرکی که داده مقایسه کنیم، نتیجه میگیریم که ضریب تی دو 4 مساوی 1/2 آ. یعنی شما اگر بذاری 1/2 آ مساوی 4 آ، از اینجا به دست میاد چقدر؟ 8 متر بر مجذور ثانیه. حالا ضریب این تی کوچیک هم میشه سرعت اولیه اگر خوب دقت کنیم. پس سرعت اولیه متحرک میشه وی صفر مساوی منهای 6. حالا این دوتا رو دارم، میتونم بیام تو معادله سرعت جایگذاری کنم. وی مساوی 8 تی منهای 6 شد معادله سرعت متحرک. البته روش تستی اینه که مشتق بگیریم، ولی در امتحان نهایی شما به این صورت بنویسی. ب. سرعت متحرک در لحظه تی مساوی 6 ثانیه را محاسبه کنید. خب فقط کافیه به جای این تی چی قرار بدی؟ 6 قرار بدی. میگم تی مساوی 6، وی از اینجا مساوی میشه با 8 ضرب در 6 منهای 6 7 ضرب در 6. پ. سرعت متوسط متحرک بین لحظه های T1 تا T2 4 ثانیه رو محاسبه کنید. از دو راه میتونیم اینو حل کنیم. یه دونه روش تستی میتونیم بهش بگیم وی اوریج مساوی میشه با آ ضرب در تی اوریج به علاوه وی صفر. یعنی توی این سال وی مساویه 8 ضرب در میانگین زمانها 1 و 4 تقسیم بر 2، یعنی 5/2 منهای 6 4 5 تا 20 منهای 6 به دست میاد 14 متر بر ثانیه. این یه روش. اما روش دیگه که به نظرم بهتره شما تو امتحان نهایی از اون روش استفاده کنی اینه. بیای این زمانها رو قرار بدی در معادله مکان زمان متحرک که x1 شما به دست میاد 4 منهای 6 به علاوه 3 و 4 7 منهای 6 1 متر و x2 شما به دست میاد 4 ضرب در 4 به توان 2 منهای 6 ضرب در 4 به علاوه 3 که این میشه 64 منهای 24 به علاوه 3. 64 منهای 24 به دست میاد 40 به علاوه 3 میشه 43. حالا وی اوریج میشه دلتای x، یعنی 43 منهای 1 تقسیم بر زمان 4 منهای 1 3. اینجا میشه 42 به روی 3 که حاصلش میشه 14 متر بر ثانیه. قسمت ت سوال چی؟ این متحرک در چه لحظه تغییر جهت میده؟ هر موقع گفت تغییر جهت شما به جای سرعت 0 بذار. پس 0 مساوی 8 تی منهای 6 6 میاد اونور 8 تی از اینجا به دست میاد 6 هشتم یا به 2 ساده کنی 3 چهارم ثانیه. سوال 10. با توجه به نمودار سرعت زمان در شکل روبرو جدول را کامل کنید. بازه زمانی 0 تا T1 جهت حرکت منهای x. چرا؟ چون از 0 تا T1 سطح محصور بین نمودار و محور زمان زیر محور زمان قرار گرفته و جابجایی شما منفیه، پس جهت حرکت خلاف جهت محور x. جهت شتاب چی؟ برای به دست آوردن جهت شتاب به شیب خط نگاه میکنیم. انگار یه سرسره رو شما در نظر بگیر از بازه 0 تا T1 که داری ازش میری به سمت بالا، پس جهت شتاب مثبته. نوع حرکت چطور؟ کیفیت حرکت یعنی تندی و کندی. اگر نمودار VT به محور زمان نزدیک بشه نوع حرکت کند شونده میشه، پس نوع حرکت کند شونده است. T2 تا T3 این قسمت رو میخوایم با هم بررسی کنیم. جهت حرکت جابجایی چون مثبت جهت حرکت میشه مثبت x. جهت شتاب شیب خط ما اگر یه سرسره‌ای در نظر بگیریم داریم ازش میریم به سمت پایین، شیب خط منفیه، پس جهت شتاب هم منفیه. و کند شونده بله، چون داره نمودار به محور زمان نزدیک میشه.